به نام خداوندی که سزاوار پرستش است آغاز میکنم. یکی از مسائلی که امروز داغ روز است قرض گرفتن و قرض دادن است. البته در بین مسلمان ها این معمول است، قرض دادن و قرض گرفتن و دادن قرض ثواب بی‌نهایت زیادی دارد. به اندازه 18 مرتبه نسبت به صدقه ثواب بیشتر و زیادتر دارد. اما نگفته نماند که هر فردی که قرض میگیرد اگر رفت و نیت ادا کردن اون قرض را داشته باشد، الله سبحانه و تعالی به او کمک میکند و با سربلندی از عهده اون قرض میبراید. اگر رفت و نیت غیر داشته باشد یا به قول ما مردم تاجیکان نیت غش داشته باشد، اراده پرداخت قرض را نداشته باشد، الله سبحانه و تعالی او را به یک مصیبت گرفتار میکند، به یک مشکلات گرفتار میکند که قرض گرفتهش از بین میرود و او مفلس و بیچاره و فقیر میگردد. و قرض گرفتن به قول امام بخاری رحمت الله علیه از جمله امانات است و فرد مسلمان نباید به امانت خیانت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.